سلام به همگی. از اونجایی که توی ایران زندگی میکنیم میدونم حال هیچکس عالی نیست، ولی خب من به رسم همیشگی میگم امیدوارم حال همگیتون عالی باشه. خوش اومدید به جلسه 12 از دوره آموزش HTML CSS و مقدماتی از سایت لسنیو. توی این جلسه میخوایم با همدیگه یاد بگیریم چطوری یه جای از صفحه سایتمون یه جدول نمایش بدیم، مثل جدول تغییرات قیمت محصول اگه دیده باشید، یا جدول مثلا پخش هفتگی. اصلا چه کاری؟ من اینجا این مثال براتون ساختم، یه جدول برنامه کلاسی. حالا تقریبا اینجا روز رو داریم که حالا از شنبه، دوشنبه، چهارشنبه جدول روزه زوجه. بعد اینجا مثلا ساعت ها رو داریم، 10 تا 12، 13 تا 15، 17 تا 20. این قسمت هم که دیگه لیست درس ها رو داریم. خب چطوری یه همچین جدولی توی HTML ایجاد بکنیم؟ ممکنه برای سایتمون به جدول نیاز داشته باشیم. حالا استفاده های مختلف داره، مثل مثال هایی که زدم. یا شاید مثلا واقعا بخواید جدول برنامه کلاسی نشون بدید. برای این کار زبان HTML یک سری تگ های مختلفی در اختیار ما گذاشته که خب اینا از نظر اسم خیلی شبیه به همن. بنابراین توصیه میکنم این ویدیو رو کامل و با دقت ببینید که توی اسمشون گیج نشید. اولین تگی که ما برای ساخت جدول داریم تگ تیبله. تگ تیبل چیه؟ کارش چیه؟ ببینید ما یه تگ داشتیم به اسم تگ یورل تو بحث لیست ها. چیکار میکرد؟ میگفت آقا جان از این نقطه تا این نقطه محدوده لیست منه. هر چیزی که من اینجا بذارم یا یک آیتم لیستی که خب میذارمش توی ال یا یه چیزی به هر حال مربوط به لیست منه، اینجا تا اینجا محدوده لیست منه. هر چیزی داخلش بذارم مال لیست منه. تگ تیبل هم دقیقاً منظورش همینه، میگه این نقطه تا این نقطه محدوده جدول منه. هر چیزی این داخل دیدی بدون که مربوط به جدول منه. حالا بعد از اینکه تگ تیبل رو تعریف کردیم، دو تا تگ دیگه داریم. یکی تی هد، دیگری تی بادی. تی هد چیه؟ تی بادی چیه؟ ببینید یه جدول که ما داریم مثل این جدول دو بخش کلی داره. یه ردیف بالایی داره که مثلا روز، ساعت‌های مختلف. یه ردیف هدر داره، یه ردیف بادی یا بدنه داره. داستان چیه؟ ببینید من تو این ردیف اولی نوشتم روز، بعد ساعت‌ها رو گذاشتم. یعنی چی؟ یعنی وقتی من اینجا نوشتم روز، انتظار دارم تو این سه ردیف پایینیش یکی از روزهای هفته باشه. حالا از شنبه بگیریم تا جمعه. وقتی اینجا ساعت نوشتم، مثلا نوشتم 10 تا 12 یا 13 تا 15، انتظار دارم این پایین اسم یک درس یا کلاس باشه. خب طبیعتا این انتظاری من دارم. به این چیز بالایی که ما بر اساس این میایم پایینش مقدار میذاریم، میایم پایینش محتوا میذاریم، میگن هدر. به این محتوایی که نسبت به این چیز بالایی میذاریم میگن بادی. این تفاوتشونه. خود زبان HTML هم یه تگ هد داره که میاد مثلا اطلاعات کلی رو میده، توضیحات کلی رو میده. یه تگ بادی داره که میاد نسبت به اون اطلاعات کلی حالا تا حدی میاد محتوا تولید میکنه. مثلا اینجا نوشتم تایتل دوره آموزش مقدماتی HTML CSS. خب الان محتوایی که توی بادی میذارم هم مربوط به همینه دیگه. توی جدول ما همچین ساختاری داریم. حالا تی هد، پس اون تیکه هدر، تی بادی محتوای جدولمونه. برای اینکه هدر جدول رو تعریف بکنیم بعد چیکار بکنیم؟ خب بریم جدولمون رو تحلیل بکنیم. اول ما توی هدر چی داریم؟ یه ردیف داریم شامل 4 بخشه. پس اولین کاری که می‌کنیم اینه که یک ردیف ایجاد می‌کنیم. برای اینکه تو زبان HTML توی جدول‌ها یک ردیف ایجاد بکنیم، یک تگ داریم به اسم تگ تی آر. اینو من میارم. این یعنی الان من یه ردیف ایجاد کردم، درست مثل همینی که اینجاست. اما این ردیفی که من اینجا دارم 4 بخشه. این ردیفی که من اینجا دارم هنوز بخش بندیش نکردم این تیارمو. خب برای اینکه بخش بندیش بکنم، یعنی تقسیمش بکنم به 4 بخش، 5 بخش، هر چقدر که دلم میخواد، یه تگ دیگه داریم به اسم th. من اینو میخوام 4 بخش بکنم، پس 4 تا th میسازم. حالا بخش اول چیه؟ میگه روز. بخش دوم چیه؟ ساعتمونه دیگه، مثلا 10 تا 12، بعدیش 13 تا 15، بعدی هم 17 تا 20. خب این شد ساختار کلی هدر ما. یعنی من الان کل تی هدم رو بستم دیگه، تو تی هد هیچ کاری ندارم. چرا؟ چون هدرم رو ایجاد کردم. الان نوبت بادی، نوبت محتوای جدول من. خب برای اینکه محتوا رو بنویسیم دیگه میریم توی تگ تی بادی. خب محتوامون چطوریه؟ میبینید 3 تا ردیف داره، هر ردیف شامل 4 بخشه. پس من بعد اینجا 3 تا تی آر تعریف بکنم در مرحله اول. بعد داخل هر کدوم از این تی آر ها یک 4 بخشی ایجاد بکنم دیگه. اما اینجا از تگ تی اچ استفاده نمی‌کنیم. تگ تی اچ برای هدر جدولمون بود. داخل بادی از یه تگ استفاده می‌کنیم به نام تی دی. حالا چی داخلش میذارم متناسب با تی اچ هایی که اینجا دارم؟ مثلا اولی روز دیگه، خب شنبه. دومی چیه؟ تی دی دومم چیه؟ حالا من همش رو اینجا کپی پست بکنم که 4 تا بشه.
تیزی دومم آقا اینه که من شنبه ساعت 10 تا 12 چه کلاسی دارم، یا مثلا سوم اینه که ساعت 13 تا 15 تو روز شنبه چه کلاسی دارم. خب اینجا لیستش هست دیگه. اینجا فیزیک رو دارم، میارم میذارم اینجا، یا ریاضی رو دارم، نهایت هم علوم رو دارم. حالا این علوم دیگه تو دبیرستان اسمش علوم نبود، ولی خب این الان الان من یه ردیف دیگه ساختم. یعنی من الان ردیف اولم هم ساختم، یه ردیف هدر ساختم توی تی هد، یه ردیف اولم هم توی تی بادی ساختم. حالا همین ردیف رو من بعد دوباره دیگه تکرار بکنم که بشه 3 ردیف. خب کاری نداره دیگه، اصلا همین رو کپی میکنم، این دو تایی که اینجا ایجاد کردم رو پاک میکنم، یک هم دو. حالا نوبت ویرایش کردن میرسه. خب این شنبه رو میکنم دوشنبه. میریم سراغ درس دوشنبه. درس خیلی مهمی هستن. کجا بودن؟ اینجا. ورزش مثلا بهترین درس. عشق و فساد محبوب دل من. خب این سه تا بودن. درس چهارشنبه چیه؟ جنگ، صلح. چون منطقا باید مذاکره باشه، ولی خب حال نمیداد همون مرغوب باشم. این نمیده. الان من کل تیبلم رو ایجاد کردم. بریم خروجی رو با هم دیگه ببینیم. ببینید یه همچین ساختاری برای من ساخت. این خطوط رو نداره مثل اینجا، خب ولی ساختارش درسته. یعنی اینجا ببینید روز شنبه، دوشنبه، چهارشنبه ساعت 10 تا 12 فیزیک، ورزش، جنگ، 13 تا 15 ریاضی، عشق، صلح، 17 تا 20 علوم، فساد، مرگ. میبینید ساختاره درسته. خب حالا اون خطوط رو نداره. دلیل اینکه این خطوط رو نداره اینه که این خطوط بیشتر برمیگردن به بحث CSS. خب یعنی ما توی CSS میتونیم این خطوط رو اجرایی بکنیم بیشتر. پس ساختار کلی جدول رو با HTML میسازیم، بعدم توی CSS سعی میکنیم که این خطوط رو داشته باشیم. مثلا توی ورد ما میتونیم به جدولمون استایل بدیم. مثلا بریم یه جدول دیگه این پایین ایجاد بکنم. خب توی ورد مثلا این جدول اینجا ایجاد میکنم، بعد میتونم اینجا بهش استایل های مختلف بدم، مثلا این شکلیش بکنم، یا چه میدونم این شکلیش بکنم. توی CSS هم دقیقاً همین کارو میتونیم بکنیم. پس ما توی CSS یاد میگیریم که چطوری مثلا به این جدول استایل بدیم. امیدوارم این جلسه براتون مفید بوده باشه. جدول ها دیگه چیز خاصی ندارن، یعنی کل بحث من رو جدول ها رو بستیم توی HTML دست کم. جلسه بعدی میریم راجع به فرم ها صحبت میکنیم. یه مثال بخوام براتون بزنم، مثلا فرم ثبت نام و ورود سایت های مختلف رو دیدید دیگه. بهمون میگن فرم، یاد میگیریم چطوری همچین چیزی توی سایت توی HTML ایجاد بکنیم. تا جلسه بعدی شاد و پیروز باشید.